میخوایم بریم خونه مایکل دزدی. بله درست شنیدید، باید بریم از خونه مایکل یه ماشین رو بدزدیم و بیاریم خونه خودمون. این مأموریتی که رئیس من داده، من مجبورم انجامش بدم. خب بچه ها، همونطور که گفتم رئیس مأموریت داده، باید برم یه ماشین از خونه مایکل بدزدم. واقعا خودم دلم نمیخواد این کارو بکنم، اما چون مجبورم، واقعا اگه مجبور نمیدم به هیچ عنوان من این کارو نمی کردم. البته چه عرض کنم که یکم هم وسوسه شدم، چون پول خیلی زیادی رو رئیس بهم پیشنهاد داد. پیشنهادش 5 میلیون یورو بود. حالا نمیدونم اون چه ماشینیه که اینقدر قراره بیارزه که 5 میلیون یوروش فقط به من برسه. حالا میریم میبینیم رئیس خودش چه ماشینی سوار میشه، من با چه ماشین انی سوار شم. الان که باید بریم خونه مایکل. فقط من اونطور که شنیدم گفتش مایکل مثل که 1-2 نفر رو اونجا قرار داده که مراقب ماشین باشن، و اینکه احتمال اینکه مایکل و ترور هم با هم دست داشته باشن زیاده. اگه بخوایم برگردیم به 2 روز قبل یکم واضح‌تر براتون توضیح بدم. قرار بود با مایکل بریم ماشین بدزدیم. یه ماشینی بود که قرار بود بدزدیمش. بعد مایکل زد زیر قول و قرارش، با ترور رفتن این ماشین رو دزدیدن. و الانم رئیس وقتی اینا به گوشش رسیده، فوراً به من گفت که تو باید بری این ماشین رو یعنی بدزدی و برای من بیاری. البته که رئیس هم به من نمیگفت قطعا این کار رو میکردم، چون ماشینش واقعا ماشین خوبیه، ولی فکر نمی کنم 5 میلیون دلار واقعا بیارزه که به من بده. حالا شاید من چیزی از اون ماشین نمیدونم، ولی یکم برام عجیب بود، چون من مشابه اون ماشین رو دیدم 1.5 میلیون دلار قیمت داشت. والا مگه از جنس الماس باشه که 5 میلیون دلار فقط من برسه. الان باید بریم دنبال خونه مایکل رو پیدا کنیم. وقتی خونه مایکل رو پیدا کردیم باید خیلی نامحسوس وارد کنیم. البته بچه ها، من با جیمی هماهنگم، چون اینکه اگه جیمی نبود اصلا من نمیتونستم این کار کنم. قراره 1 میلیون دلارش به جیمی برسه، بخورن تقریبا 4 میلیون دلار به من میرسه. الان هم خونه مایکل رو پیدا کردیم. بچه ماشین رو همینجا پارک کنم شاید خیلی بهتر باشه. زنجیر چرخ هم گذاشتن. بچه ماشین هم قشنگه. توی کامنت قطعا نظر بدید. کامنت انگلیسی فراموش نشه، سابسکرایب هم فراموش نشه. خب حالا باید با فرانکلین نمیشه از در ورودی بریم، میگم خطریه. از اینجا ببینیم میشه رفت، از این تیراهنه بریم بالا. نمیشه. بریم از اون ور بپریم ببینیم میشه یا نمیشه. حالا امیدوارم مأموریت خیلی خوب و خوشی بگذره، چون 5 میلیون دلار بهمون برسه. واقعا پولشو لازم دارم. توی ویدیوی بعدی هم قراره یه نمایشگاه ماشین بزنیم. احتمالاً بهتون قول نمیدم، ولی شاید این باشه، شاید این ویدیو دیگه. حالا ببینیم. اوه بچه‌ها، مایکل و ترور. بچه‌ها باورم نیست مثلا اون جیمیه. بچه‌ها مایکل و ترور عوضیای کثافت. بریم اینور چیکار کنه. ببینیم نمیذاره اینا. اوه ماشین و حاجی، ماشین نیست لامصب اصله. باید بزنمشون. این تیر خفگان داره و اصلا صدا نمیره، خیالتون راحت باشه. بریم از این پاش بزنیمشون. فرار کرد. خاک تو سرت مایکل با این کسایی که استخدام کردی. بچه ها عجب ماشینیه. اوه حیف این ماشین نیست به جایی بخوره. یعنی با هر سرعتی من برم بیرون، این مایکل و ترور منو نبینن یه وقت. اینجا بریم سریع تا خونه ببریمش. اوه ترور دیدم بچه ها. وای بدبخت شدم بچه ها. ترور دیدم. اوه اون ماشین ولش کن بابا، این ارزشش بیشتر. اینو کی وسط خیابون گذاشته؟ حاجی باورم نمیشه. عجب ماشینی دزدیدیم.
خدایا شکرت. ای کاش شاید این ماشین رو برای خودمون بذاریم. وا یعنی شیطونه بهم میگه با این ماشین فرار کنم. این ماشین رو باید ببرم خونه بذارم. تو پارکینگ خونه میذارم تا رئیس یاد ببره. همین دلار چه دارم پول جمع میکنم که یه نمایشگاه ماشین بذارم مثلا سیمیون کچل. حالا امیدوارم پول جمع بشه و یه نمایشگاه ماشین خفن بزنم. میخوام بزنم دست سیمیون. اوه ماشین چه سر و وضعی داره. راه زیادی هم دیگه نمونده، نیم مایل مونده، تقریبا نیم مایل. آره دیگه جب ماشینیه بابا. خیلی قیمتشه ولی مشابه این 1.5 میلیون دلاره. حالا اینکه چرا انقدر گرونه رو نمیدونم. همینو مستقیم بریم. 3 مایل مونده. خب حالا چیزی نمونده دیگه. این ویدیو هم بچه 6 دقیقه شده، البته با ریکوردش، چون من الان فعلا کامپیوترم آماده نیست که بتونم سر لحظه براتون ویدیو رو یعنی صحبت کنم و تصویر خودم بذارم، ولی قطعا توی 4-5 ویدیوی بعدی دیگه این وضع ویدیوها نیست. خب بچه ها ماشین اینجا پارک کنیم. خیلی تشکر میکنم که ویدیو رو نگاه کردید. سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.